سلام. اینجا طراحی کردیم برای سیستم خنکی ورزشگاهی در شهری گرم. اینجا اومدیم تعداد زیادی آجرهایی رو سیستمی طراحی کردیم که هوای آزاد رو از بیرون میگیره و میاد اینجا شروع میکنه با اون برنامه‌هایی که ایجاد کردیم داخل این سیستم چیدمان آجرها هوای بسیار خنکی رو ایجاد میکنه. این هم بخاری هستش که در زمستان انجام میشه. 2 ردیف آجر در 2 سمت اینجا طراحی کردیم و وقتی که ما پمپ آبرسانی رو روشن میکنیم آب رو از کف محل برداشت میکنه و به این صورت روی این سیستم که ما ثبتش هم کردیم، اختراعش کردیم، دوستان عزیزی زحمت کشیدن، کمک اون کردن، این آجرها خیس میشه در شرایط خاصی و بعد میایم در قسمت پرتاب باد، شاید صدای آب هم بشنوید. بعد میایم در قسمتی که توسط پرتابگرها اینا هر کدوم داخل یک سالنی، اتاقی، ورزشگاهی باد خنک رو این پرتاب بادها میگیرن و از این قسمت هوای خنک از لای این چیدمان ما میاد و هر کدوم اینا پرتاب میشه و میره داخل اتاقها و سالن‌های مورد نظر ما. در تیر ماه و مرداد ماه هوای داخل بیرون ساختمون، داخل این مجتمع ورزشگاه بیش از 40-45 درجه هست، ولی داخل سالن ما، داخل اتاقهای ما که کانالهای ما هوای خنک رو به اونجا هدایت میکنن توسط این پرتابگرهایی که تعبیه شده و به ترموستات مجهز هست، بین 24-25 حتی زیر 20 درجه هم بسیار راحت و ارزان